توافقنامه مطالعات امکان سنجی پروژه خط آهن افغان ترانس با حضور وزیران خارجه افغانستان، ازبکستان و پاکستان امضا شد. وزارت خارجه امارات اسلامی اعلام کرد این توافقنامه میان وزارت فواید عامه افغانستان، حمل و نقل ازبکستان و راه آهن پاکستان امضا شد. NBC نیوز گزارش داد بر اساس ارزیابی جدید ایالات متحده تنها فردو یکی از 3 سایت هسته جمهوری اسلامی که در حملات هوایی آمریکا هدف قرار گرفت تقریبا منهدم شده است. NBC نیوز به نقل از 5 مقام سابق و فعلی آمریکا نوشت 2 سایت هسته دیگر جمهوری اسلامی آسیبی کمتری دیده و در آینده از آنها استفاده خواهند شد. فرماندهی امنیه امارات اسلامی در ولایت بدخشان اعلام کرده است که به اثر لغزش یک کارگاه ظرفشویی استخراج طلا در ولسوالی راغستان 2 نفر جان باختند. و مقام‌های پاکستانی اعلام کردند طی 24 ساعت گذشته 60 نفر در ایالت پنجاب به اثر باران‌های موسومی و سیلاب جان باختند.